بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده کی هستی بچیم؟ بنده خدا. امتی کی هستی؟ امت محمد مصطفی. دینی تو چیست بچیم؟ اسلام. اسلام چند بنا داره؟ 5 تا. کدام کدام؟ اول کلمه. دوم. دوم نماز. سوم. روزه. چهارم. زکات. پنجم عشق بیت الله. آفرین. چهاریار را کدام شد دوست داری؟ کلشه. کو یک بیان که؟ سلام ها کیره اچا سرور چون ابوبکر عمر عثمان و ایدر. آفرین. مذاهبی برحق چند تاست بچیم؟ 4 تا. کدام کدام؟ حنفی. حنبلی. شافعی. مالکی. آفرین. بچه تو در کدام مذهب هستی؟ در مذهب امام اعظم. امام اعظم چی نام داشت؟ نعمان بن ثابت. مذهبش کدام است؟ حنفی. خب پیامبر صلی الله علیه و سلم چند بچه داشت؟ 3 تا. کدام کدام؟ ابراهیم، قاسم، عبدالله. آفرین. چند دختر داشت؟ 4 تا. کدام کدام؟ زینب، رقیه، فاطمه، رقیه، ام کلثوم. آفرین. خب نامی پدرش چی است؟ عبدالله. نامی مادرش چی است؟ آمینه. نامی بابایش چی است؟ عبدالمطلب. آفرین بچیم. کتابای آسمانی چند تاست؟ 4 تا. کدام کدام؟ تورات. آفرین. انجیل. آفرین. زبور. دیگه؟ دیگه قرآن کریم. آفرین بچیم. تورات به کی نازل شد؟ و حضرت موسی. آفرین. انجیل به کی؟ به حضرت عیسی. آفرین. زبور به کی؟ به حضرت داود. آفرین. قرآن کریم به کی؟ قرآن کریم به حضرت محمد مصطفی. خب معجزه حضرت محمد مصطفی چی است؟ معجزه پیامبر. قرآن شریف. آفرین بچیم. قانون مسلمان ها چی است؟ قرآن شریف. آفرین بچیم. پیامبر در چند سالگی به پیامبری مبعوث شد؟ در 40 سالگی. آفرین. قرآن کریم چند پاره است؟ 30 پاره. گردنک تا کمی راست بگی بچیم. سی. آفرین. قضیت نه. خواب چند سوره است؟ 114. قرآن کریم چند سوره است؟ 114. آفرین بچیم. خب در یک شبانه روز چند وقت نماز فرض است؟ 5 وقت. اول نماز صبح. دوم نمازی. نه اول نماز صبح. دوم نماز پیشین. آفرین. سوم نمازی عصر. آفرین. چهارم نمازی شام. آفرین. پنجم خفتن. آفرین. بچیم کلمه طیبه را یک بار بخوان. اول کلمه طیبه لا اله الا الله محمد رسول الله. آفرین. گفتیم قانون مسلمان ها چی است بچیم؟ قرآن شریف. آفرین. در یک شبانه روز هم گفت یعنی. خب برای من بگو که چند ساله هستی؟ 14. 3 ساله. آفرین. 3 ساله از دخترم. نام خودت چی است؟ مریم. نام پدرت چی است؟ قاری فیض محمد فیض. از کدام کشور هستی؟ از کشوری افغانستان. از کدام ولایت؟ از ولایتی بدخشان. از ولسوالی؟ از ولسوالی کشم. از قریه؟ از قریه در رژیم. و خشکدره. خشکدره. آفرین. بسیار دختری مقبول و ناز. تشکر.